اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. والی کابل الحاج شیخ محمد قاسم خالد در دیدار با نمایندگان و رئیس مرکزی یونما درخواست تطبیق پروژه های زیربنایی و جذب کمک های زمستانی در ولسوالی های این ولایت از سوی نهادهای کمک رسان شد. رئیس شرکت برشنای کابل مولوی حکمت الله اخوندزاده میگوید از اثر مشکلات تکنیکی برشنای ازبکستان برشنای کابل کاهش یافته است. شاروالی کابل میگوید مولوی عبدالرشید شاروال کابل دیروز با شماری از باشندگان سرک جدید ارتباطی کمپانی برچی دیدار نمود. به منظور شناخت و حمایت از محصولات و تولیدات داخلی نمایشگاه ملی در هتل اینترکانتیننتال برگزار شد. مشاور تکنیکی و مسلکی وزارت ترانسپورت در اداره اسبق آقای غوث‌الدین از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان به کشورش بازگشت. 129 تن از شاگردان کندک اول مکتب نظامی وزارت دفاع ملی امروز طی مراسم ویژه از صنف 12 با روحیه فکری و عقیدتی فارغ گردیدند. وزارت فواید عامه میگوید کار بازسازی دیوار استنادی مسیر غزنی گردیز ادامه دارد. از سوی جمعیت هلال احمر افغانی در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند برای 450 خانواده نیازمند مواد خوراکی توزیع گردید. رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنای افغانستان الحاج مولوی محمد حنیف حمزه و هیئت همراهش در جریان سفرش به ولایت‌های شمالی و ولایت بغلان سفر نمود.